الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجاتهم عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهران با عزت و با عفت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث این هفته ما ارتباط به یک مسلمان واقعی هست. یک مسلمان واقعی چگونه مسلمان است؟ یک مؤمن واقعی چگونه مؤمن است؟ برادرها سوالی کردند که علت فروپاشی تمدن اسلامی امروزی چی می باشد؟ سوال جالب است. فکر می کنم بحث امروزی ما از ابتدا تا انتها پاسخ به همین سوال باشد. مسلمان واقعی تا مسلمان غیر واقعی، تا زمانی که مسلمان ها مسلمان واقعی بودند، تمدن مسلمان ها، تمدن اسلامی، عزت مسلمان ها، سرفرازی مسلمان ها، حکومت اسلامی، خلافت اسلامی، شأن و شوکت مسلمان ها سر جایش بود. بنابراین سوال هم سوال جالب هست. خیلی هم خوشحالیم که این سوالی که در این لحظه شده بود بحث ما بیشتر روی این موضوع ارتباط دارد. وقتی که مسلمان ها بشناسیم که مسلمان واقعی و مؤمن واقعی چگونه مسلمان است، هر مسلمان این بحث ها که بیان شد بعدا فکر کند که آیا من مسلمان واقعیم؟ آیا من مؤمن واقعیم؟ به این که همه ما و شما میگیم الحمدلله مسلمانیم، ولی باید متوجه باشیم که این مسلمانی ما چگونه مسلمانی است. وقتی ما میگیم مسلمان ها تنها قیاس نشود این جمعیت، این جمعیتی که 2000 یا 3000 یا 10,000 نفر هست، تنها مسلمان ها اینها نیستند. همان انسانی که الان از خدا غافل نشسته است و در جایی به تفریح رفته و پارک‌ها رفته و به عیش و نوش و استراحت هست
نه نماز جمعه میخواند، نه به فکر نماز جمعه هست. الان کسی بلند سرش بره استاده بشه بگه تو کافری، استاده میشه بگه نه الحمدلله من مسلمانم. ولی فرق او مسلمان با تو مسلمانی که از 10 بیجا و 8 بیجا و 9 بیجا آمدی به خانه الله خیلی فرقه، خیلی تفاوته. بنابراین ما در روی زمین مسلمان‌های داریم، مسلمان سودخور، مسلمان قمارباز، مسلمان نعوذ بالله زناکار، مسلمان بی‌حجاب، مسلمانی که خلاصه دستش به ظلم و به خون مسلمان ها آلوده هست، یعنی مسلمان ظالم، مسلمان آدمکش. آیا این مسلمان واقعی هست؟ آیا کسی که دزدی کنه، زنا کنه، بی‌حجابی کنه، شراب بنوشه، انسانها را به ناحق بکشه و ظلم و ستم داشته باشه، آیا این مسلمان واقعی هست؟ باید ما یک مسلمان واقعی را بشناسیم. میگه اسلام به ذات خود ندارد هیچ عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. بنابراین باید یک مسلمان واقعی را بشناسیم و نگاه کنیم که ما چند فیصد مسلمانیم، چند فیصد مؤمن کامل هستیم و چند فیصد مسلمان سوچه، مسلمان خدایی و قرآنی هستیم. بناهن پس این انسان ها، یعنی انسان شرابخوار، انسان دزد، قطاع الطریق، زناکار، انسان ظالم، انسان آدمکش، اگر این اعمال را انجام بدهد و برای خود حلال بشمارد، یعنی بگوید این اعمال زشتی که من انجام میدم اینها حلال هست، یعنی آدم کشتن حلال هست، شراب نوشیدن نعوذ بالله حلال هست، اگر اینها را حلال دانست از دایره اسلام جداست، این مسلمان نیست. اما اگر اینها را انجام داد و حلال ندانست، شراب خورد گفت حرام، کار حرامی را انجام دادم، قمار زد گفت کار حرامی، بی‌حجابی کرد گفت کار زشتی، این انسان هم مسلمان هست ولی مسلمان واقعی و حقیقی نیست. این مسلمان است که در مسلمانی از این اشکال هست، ضعف هست، سستی هست. بناهن ارتباط به مسلمان واقعی، مسلمانی انواع دارد. یک مسلمان حقوقی هست، یک مسلمان حقیقی هست، یک مسلمان جزئی هست، یک مسلمان کلی هست. حالا انسان خودش فکر کند که من مسلمان حقیقیم یا مسلمان حقوقی. بناهن این خیلی مهم است، خیلی مسئله مهم است. مسلمان حقیقی و مسلمان حقوقی. مسلمان حقوقی کسی هست که همیشه برنامهش برنامه حقوق هست. چگونه؟ شخص زنا نمی کند به خاطر که می ترسد مبادا بین جامعه آبروی من برود. شخص شراب نمی نوشد مبادا کسی ببیند و آبروی من بین جامعه خدشه‌دار شود. شخص دزدی نمی کند مبادا به چنگال قانون و حقوق گرفتار شوم. خلاصه فلان گناه و فلان گناه را انجام نمی دهد که مبادا مرا به محبس بیاندازند و از من تحقیقات شود، دست من قطع شود، تازیانه بخورم، خلاصه عذاب بیاید روی من، عذاب دنیا. بحث حقوقی.
این مسلمان را میگن مسلمان حقوقی. اما مسلمان حقیقی میگه من زنا نمی کنم به خاطر که الله فرموده ولا تقربوا الزنا. زنا برایش آماده هست، فسق و فجور برایش آماده هست، ولی میگه من از خدا میترسم. یک خواهر مسلمان با حجاب اسلامی زندگی میکند به خاطر که حجاب فرمان الله است، نه اینکه از برادر ترسید حجاب را گرفت. اگر خلاصه از چنگال قانون ترسید حجاب را رعایت کرد، این حجابش حجاب حقیقی و مسلمانی حقیقی نیست، بلکه این حجاب و این مسلمانی حقوقی هست. بناهن پس یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان حجاب را میگیرد، میگوید الله فرمان داده که ای دختر مسلمان، ای زن مسلمان، ای کسی که تو در دایره اسلام و مکتب اسلام داخل شدی، حجاب را رعایت کن. زن مسلمان به خاطر ترس از الله حجاب را میگیرد. جامعه ما خیلی مشکل هست. بسیاری جاها میبینیم زنها بی حجاب نشسته هستند در حالت خنده و مزاح و اینها. وقتی پدر را ببینن حجاب میپوشن، برادر را ببینن حجاب میگیرن. داخل محفل عروسی زن بی حجابه، به مجردی که شوهر را میبینه حجاب خود را، سر خود را میپوشانه، آستین خود را میپوشانه و بعد برای خواهر خود و برای یکی از اعضای فامیل توصیه میکنه که فلانی، نه که باز به خانه بگی که فلانی بی حجابی کرد داخل عروسی، گزارش بی حجابی مرا به شوهرم میگه ندهید، به برادرم ندهید، به پدرم ندهید. این پدر و برادر و این شوهر فرمان حجاب را ندادن، الله فرمان حجاب را داده. پس زنی که از ترس الله حجاب بگیره، این مسلمان حقیقی هست. از ترس شوهر و برادر و خلاصه پدر حجاب بگیره، این مسلمانی حقوقی هست. بناهن مسلمانی جزئی چگونه هست؟ بعضی انسان ها مسلمانی جزئی هن. یک مسلمان جزئی باید نباشه. یعنی چی؟ با جزئی از اسلام باور داشته باشه و عمل داشته باشه. انسانی که یکی از احکام اسلامی را بپذیرد و یکی از احکام اسلامی را نپذیرد، این را میگن مسلمان جزئی. مسلمان جزئی کسیه که یکی از احکام اسلامی را قبول داشته باشه. با این نماز جمعه به خاطر چی آمدیم؟ به خاطر این که گفته شده فسعوا الی ذکر الله، شما بشتابید به سوی ذکر الله سبحانه و تعالی. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا. شما با این آیه قرآن عمل کردید، اما لحظه که ندای حی علی الجهاد داده میشه، مسلمان نباید سستی کنه، مسلمان نباید غفلت کنه، مسلمان نباید در این امر پروردگار عالم دلیل بیاره، چون و چرا بیاره. همین اللهی که نماز فرض کرده، بعضی موقعی برای مسلمان ها جهاد فرض میکنه، بعضی موقعی برای مسلمان حدود، قصاص اینها را مطرح میکنه. بناهن اگر مسلمان نماز خواند بر روزه سر و کار نداشت، اگر روزه رمضان را گرفت با حج سر و کار نداشت، اگر حج انجام داد با زکات سر و کار نداشت، خلاصه یکی از احکام اسلامی اگر همه را خلاصه انجام داد با جهاد سر و کار نداشت، این را میگن مسلمان جزئی. مسلمان های جزئی به درد جامعه و امت اسلامی نمیخورن. مسلمان هایی که آنچه به نفع نباشه بپذیرن و آنچه که به ضرر نباشه او را ترک کنن، این مسلمان جزئی هست، به درد جامعه و امت اسلامی نمیخورد. برادر ما سوال کردن که علت فروپاشی تمدن اسلامی چیست؟
بزرگترین جواب و بهترین جواب همین هست که از زمانی که مسلمان‌های جزئی شدن، تمدن اسلامی به هم ریخت، حکومت اسلامی و نظام اسلامی و خلافت اسلامی به هم ریخت، از بین رفت. مسلمانی که تنها بگه من نماز میخوانم، به جهاد کار ندارم، جهاد میکنم ولی با نماز و روزه کار ندارم، این میگه مسلمان جزئی. اما مسلمان کلی کی هست؟ باید مسلمان کلی را هم بشناسیم. مسلمان کلی کسی هست که میگه ای الله، این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ای الله نماز من، ای الله قربانی من، یعنی همه عبادات من، ای الله زندگی من، حیات من، ای الله ممات من لله رب العالمین، همه خاص به خاطر تو هست. وقتی تو دستور بدی ای الله، دستور تو حالا که به نفع ما باشه و به ضرر ما باشه، ما با جان و دل میپذیریم. این را میگن مسلمان کلی، یعنی با تمام احکام اسلامی ایمان داره، با تمام احکام اسلامی پایبند هست. هر آنچه که الله دستور بده، این مسلمانی که مسلمان کلی هست با همه خلاصه تسلیم هست و باور دارد و عملی می کند و در عمل نشان می دهد که من مسلمان حقیقی، من مسلمان کلی، من مسلمان واقعی هستم. بناهن باید مسلمان به عمل ثابت سازد مسلمانی حقیقی خود را، با شعار نمی شود. یک نفر شعار بده که من دکترم، آیا دکتر می شود تا زمانی که او عملا به جامعه نشان نده که من طبیب هستم؟ خلاصه آدرسش، معاینه خانهش، دفترش، تجربه کارش. یک نفر نمیشه از پیش خود شعار بده من انجینرم، من ملایم، من فلان و فلان، من پیلوتم، طیاره را به هوا میکنم. نه خیر، عملا باید نشان بده. پس حالی وقتی یک انسان میگه من مسلمانم، یک مسلمان واقعی خلاصه با شعار نمیشه که به جامعه خود را مطرح کند من مسلمانم. نه، در عمل باید مسلمان نشان بده. مسلمان های صدر اسلام زمانی که به خاطر دین سرمایه به کار بود، از مال خود در راه دین دریغ نمی کردن. زمانی که وقت به کار بود وقت می دادن، زمانی که جان به کار بود جان می دادن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. مسلمانان صدر اسلام با خدا معامله می کردن، معاملهشان این بود که ای الله، ما جان میدیم، مال میدیم، بان لهم الجنه. بهشت با آسانی به دست نمی آید، بهشت با شعار به دست نمی آید. اگر 100 مرتبه انسان با زبان خود بگوید حلوا حلوا حلوا، با حلوا حلوا دهن شیرین نمی شود. اگر کسی لا اله الا الله را بدون عمل و بدون اخلاص بگوید، این لا اله الا الله بدون عمل و اخلاص را توتی هم یاد میگیرد، یک مینا هم یاد میگیرد، یک نوار هم ثبت میکند. ولی لا اله الا الله از مسلمان عمل میخواهد. مسلمان باید در عمل خود اسلام واقعی و حقیقی را نشان بدهد. بناهن آیات زیادی داریم که قرآن عظیم و شن مسلمان واقعی و مؤمن واقعی را معرفی می کند. الله سبحانه و تعالی می فرماید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر شما منازعه کردید، دچار اختلاف شدید، هنگامی که بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد، هنگامی که بین خانواده اختلافی آمد،
هنگامی که بین دو معامله‌گر و شریک اختلافی آمد، هنگامی که بین دو قوم اختلافی ایجاد شد، خلاصه هنگامی که بین مسلمان ها اختلافی آمد، حالا مسلمان ها به کجا مراجعه کنن؟ امروز بدبختی است، بین زن و شوهر اختلاف میاد، فوراً حقوق بشر، فوراً حقوق زن. اینجا آیه قرآن میفرماید اگر کسی دوچار اختلاف شد و این اختلاف مناظر به کجا مراجعه کند؟ فردوه الی الله و رسوله. مسلمانان واقعی اختلاف خود را، مشکلات خود را رد می کنند به سوی خدا و رسول، یعنی به سوی قرآن و حدیث. کسی یک مجلس عروسی دارد، نصف فامیل میگویند این سنتی اجرا بشه، نصف فامیل میگن این بدعتی ایجاد بشه، ساز و سرود و اینها بیایه، اعمال کفر بیایه. حالا هر دو طرف مسلمان هستن. این کسی که میگه ساز و سرود بیایه یه مسلمانه، این شخصی که میگه سنتی ایجاد بشه یه مسلمانه، اما فرقه، این مسلمان حقیقیه، این مسلمان حقوقیه. اگر هر دو مسلمان حقیقی باشن، اینها چی میگن؟ میگن بیایم این قضیه خدا رد میکنیم به سوی خدا و پیغمبر، ببینیم خدا و پیغمبر چگونه مجلس اجازه میدهد. فردوه الی الله و رسوله. این اشخاصی که اختلافات خود را، مشکلات خود را به خدا و رسول مراجعه میکنن، ادامهش میفرماید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر به خدا و به روز قیامت ایمان دارید، مشکلات خود را مراجعه به قرآن و حدیث بکنید. آیه دیگه میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون. قسم به پروردگار تو ای محمد، الله قسم یاد میکنه، فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار تو که ایمان ندارن، ایمان ندارن، قسم به پروردگار که ایمان ندارن. چی اشخاصی ایمان نداره؟ چی اشخاصی ایمان نداره؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم. زمانی که اختلافی پیش می آیه، اینها اگر ای پیامبر تو را به عنوان داور، به عنوان حاکم قرار نمیدهند، اینها ایمان ندارن، اینها مسلمان واقعی نیستن. اینها مسلمان هایند که فقط میخواهند 4 روز دنیا بین جامعه اسلامی به عنوان مسلمان مطرح باشند. اینها مسلمان واقعی نیستن. اگر مسلمان واقعی باشن، پیامبر داور قرار میدن، آن فیصله که پیامبر بکنه و آن فیصله که الله بکنه اینها قبول میکنن، با جان و دل میپذیرن. مسلمان واقعی در مقابل فرمان الله چون و چرا ندارد. آن را میگن مسلمان واقعی. بناهن الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه چقدر تکان دهنده است که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. هنگامی که دو مسلمان میآیند به نزد یک عالم، میگن این ما یک مشکلی داریم، خلاصه یک حقی داریم، این را تقسیم بکن. عالم چی میگه؟ میگه این زمین حق فلانی هست، حق تو نیست. حالا وقتی عالم گفت، این عالم قال الله و قال الرسول میگوید، از روی قرآن و حدیث میگوید. حالا این کسی که حق زمین مالش شد و این کسی که ناحق شد و بالاخره زمین برایش نرسید، این قرآن میگه این انسان باید از این جلسه که برمیخیزد در دلش تنگی نباشد، در دلش غم و اندو نباشد. خدای نخواسته در دلش چنین نباشه که دین خلاصه حق مرا پایمال کرد، اسلام حق مرا پایمال کرد. و یسلموا تسلیما، باید تسلیم باشه به فرمان الله، باید تسلیم باشه به دستور الله و به دستور رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. بناهن بحث بسیار بحث عمده هست. مسلمان واقعی از مسلمان غیر واقعی. آیه مبارکه هست مؤمن واقعی چی کسی هست؟ 5 صفتش را بیان میکنه.
مؤمن واقعی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اگر تو ای مسلمان صدای اذان را شنیدی، صدای اذان را شنیدی که حی علی الصلاة، بشتاب به سوی نماز، حی علی الفلاح، بشتاب به سوی رستگاری، اگر تو مسلمان بی تفاوت ماندی، اگر در مقابل شنیدن اذان بی تفاوتی نشان دادی، در ایمان تو مسلمان خلل هست، در ایمان تو مسلمان ضعف هست، در ایمان تو مسلمان شکه. این فرمانی الله هست. اگر از این مناره صدا بشه که ای انسان ها فرار کنید که خلاصه یک تیاره میایه بم میندازه، چقدر حساس میشیم. اگر از مناره اعلان بشه که بیایید که به مسجد برای شما کمک میشه، یک بوجی بر اینجا یک قوطی روغن داده میشه، چقدر ازدحام خواهد شد. به خاطر ترس از جان خود این را زود میشنویم، به خاطر خلاصه لقمه نانی که به دست آمده زود به مسجد میرسیم. از این که الله صدا میکنه بیاییم به سوی رستگاری، اگر آمدید بهشت جای تو و اگر نیامدی جهنم، بهشت رها میکنیم، از جهنم نمیترسیم. پس بزرگان میفرمایند که وقتی که ندای الله اکبر و اذان را انسان شنید و او انسان در مقابل صدای اذان بی تفاوت ماند و بی تفاوتی نشان داد، در ایمان این مسلمان خلل هست، ضعف هست. چند نکته به این آیه مبارکه 5 صفت بیان میشه. مسلمان واقعی، مؤمن واقعی داخل این آیه برای ما معرفی می شود. اول این هست، اول اینه که دل مؤمن با یاد خدا خشیت پیدا میکنه. هنگامی که انسان به یاد خدا باشه و یا اینکه یاد خدا را بشنود، چی خودش ذکر کنه و چی ذکر را بشنوه، خشیت الهی در دلش پیدا می شود. وجلت قلوبهم. خشیت الهی خیلی مهم است. انما یخشى الله من عباده العلماء. این امتیاز از آن علمای ربانی است که میگه علما خشیت الهی را در دل دارن و از الله میترسن. ولی هر انسان مؤمن زمانی که یاد خدا را شنید، چه کار میشود؟ دل مؤمن با یاد خدا خشیت پیدا میکند. وجلت قلوبهم. دوم، با تلاوت قرآن بر ایمانش افزوده میشود. مؤمن واقعی وقت قرآن را بشنوه دلش تازه میشود و بر ایمانش افزوده میشود. کلام معشوق هست، کلام رب العالمین را میشنود، صدای دلنواز قرآن را میشنود، دلش تازه میشود. این صفت دوم انسان مؤمن واقعی. سوم، نماز برپا می‌دارد. قرآن می‌فرماید یقیمون الصلاة، ادامه همین آیه هست. سوم، با الله توکل می‌کند انسان مؤمن واقعی. چهارم، به فقرا کمک می‌کند و مما رزقناهم ينفقون. پنجم، این که هنگامی که دستور الله را میشنود با جان و دل میپذیرد و قبول میکند. این آیه مبارکه هست انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. این آیه بیان شد 5 صفت از مؤمنین. خدای تبارک و تعالی میگه اولئک هم المؤمنون حقا. اینهایی که دارای این 5 صفتن، اینها مؤمنین واقعی هستند. اینا مؤمنینی هستند که راه فلاح و رستگاری را انتخاب کردند، بهشت را انتخاب کردند و ما هم میفرماید بهشت را برایشان آماده کردیم. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتهم عند ربهم. این مؤمنین واقعی درجات عالی به نزد الله دارند. این مؤمنین واقعی لهم درجات عند ربهم و مغفرت. الله میگه ما اینها را آمرزیدیم، بخشیدیم.
لهم مغفرت و رزق کریم، و در بهشت برای آنها رزق فراوان دادیم، روزی فراوان دادیم. پس این مؤمن واقعی هست. اگر خدای نخواسته انسان یاد خدا را بشنود، خشیت در دلش پیدا نشود، تلاوت قرآن را بشنود و خلاصه ایمانش افزوده و زیاد نشود، و همچنین توکل بر الله نداشته باشد، نماز بر پا ندارد، خلاصه به فقرا کمک نکند از او چیزی که الله روزیش کرده، این انسان واقعا مؤمن حقیقی نیست. این مؤمن حقوقی هست، مسلمان حقوقی هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا همین که بگویید خلاصه پروردگار ما الله هست، آیا به همین رها می شوید؟ دیگه مورد ابتلا و آزمایش قرار نمی گیرید؟ آیه مبارکه است که این ابتلا و آزمایش شما به خاطر اینه که الله صادق و کاذب را از هم جدا کند. در دنیا یک انسان سرمایه‌دار میشه، یک انسان فقیر میشه. این فقر و این غنا، اینها به خاطر ابتلا و آزمایش، تا که الله انسانهای صابر و شاکر را از هم جدا کند. بناهن سروران عزیز و بزرگوار، باید که ما یک مسلمان حقیقی باشیم، نه مسلمان حقوقی. هر کاری که مسلمان انجام میدهد باید به خاطر خدا انجام بده. نماز میخونه به خاطر خدا، روزه میگیره به خاطر الله، حج میره به خاطر الله، جهاد میکنه به خاطر الله، به فقیر کمک میکنه به خاطر الله، به پدر و مادر احسان میکنه به خاطر الله، برای زن و فامیل خلاصه احسانی داره به خاطر الله. همه باید به خاطر الله باشه. این شعار مسلمان هست که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. وقت ما تمام شد. داستانی داره حضرت مولانای روم در مثنوی معنوی بیان میکنه. داستان حضرت مولانای روم رحمت الله علیه اینه که بیان میکنه که یک روز یک پهلوانی آمد پیش خالکوب. آمد گفت که آمدم تا این که بر بازوی من یک تصویری را تو رسم کنی. ارتباط به خالکن و خالکوب یک اشاره مختصری میکنم. رسول معظم اسلام میفرمایند چون از نظر شریعت مقدس اسلام این مردود هست و مذموم هست و خلاصه محکوم شده، خالکن و کسی که خال میکنه و خال کوبیده میشه. رسول معظم اسلام میفرمایند لعنت خدا بر آن انسانی که خال میکند و لعنت خدا بر آن انسانی که خال کنده میشود. یکو از لحاظ شرعیش. مولانای روم داستانی بیان میکنه. یک پهلوان نمای قرب جامعه مطرح میکرد من پهلوانم. آمد پیش خالکن گفت که در بازوی من یک تصویری را تو رسم کن. خالکن گفت که چگونه تصویری را رسم کنم؟ و بعد حضرت مولانا میفرمایه خالکن گفت چی صورت زنم ای پهلوان؟ صورت چی را بندازم به شانه تو به بازوی تو؟ گفت برزن صورت شیری ژیان، عکس یک شیر بسیار قوی را به شانه من رسم کن. طالعم شیر است، نقش شیر زن. گفت من همیتا که شیروار در دنیا زندگی میکنم، عکس یک شیر را هم در بازوی بنداز. این پهلوان تا به حال احساس میکرد که من شیروار و خلاصه مثل یک شیر در دنیا زندگی میکنم، اما به عرصه عمل که داخل شد نه، پهلوان نبود. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت بر چی موضوعت صورت زنم؟ گفت به کجا نقش شیر بندازم؟ گفت بر شانه گهم زن آن رقم. گفت بندازم رو شانه مه که همه کس ببینه که من شیرم. چون که او سوزن فرو بردن گرفت. خالکوب سوزن را پایین کرد. سوزن میزنه، بعد از سوزن زدن یا سرمه یا چیز دیگری را میریزانه تا اینکه همون عکس و اینها بمانه. شاید بسیاری از دوستا هم دیده باشن.
حالت خال و خالکوبی و اینها، اما گفتیم که از لحاظ شرعی محکوم شده و لعنت شده، چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد کی سنی، سنی یعنی بلند مرتبه، یک جیغ زد. این پهلوان بود دیگه، احساس میکرد که من پهلوانم. اگر دوستا دیده باشن خروس که مرغه وقتی راه میره بسیار به حالت عجیبی راه میره، بعضی میگن که این احساسی داره که میگه اگه من تیز راه برم شاید دنیا همین کره زمین زیر پام از این رو به این روشه، آهسته آهسته بسیار قدم ها خور عجیب ور میداره. این پهلوانان احساس میکرد که من پهلوانم. وقتی سوزن خلید فریاد زد مرا کشتی چی صورت میزنی؟ مرا از بین بردی چه کار میکنی؟ گفت که شروع کردم. گفت از کجا شروع کردی؟ گفت دم بیا. گفت دم به شیر میسازم. گفت یلا کن شیر دم نمایه. از جادگی شروع کن. وقتی از جادگی شروع کرد باز سوزن ارخلان دوباره خلاصه فریاد زد. گفت چی را شروع کردی؟ گفت از گوش و سر. گفت گوش و سرم نمای، ایرم راه کن. پهلوانه دیگه. اما مولانا مایه حرف خور به ما بفهمانه که در این چی هست، چی نکته نهفته. و بعد شروع کرد بار سوم سوزن ارخلان باز فریاد کشید. گفت چه کار میکنی؟ گفت از شکم شروع کردم. گفت شکم هم نمیخواه. میگه این خالکوب تعجب کرد و بعد گفت خیره شد دلاک و بس حیران بمان. دلاک یعنی خالکوب. حیران شد تا به دیر انگشت در دندان بمان. دست خور بالاخره با انگشت گذاشت، متحیر شد که چی رقم پهلوانیه، چگونه شمشیر باز میزنه، چگونه نیزر طاقت میکنه که حال سر سوزن ار طاقت نداره. و بعد گفت این خالکوب بر زمین زد سوزن از خشم او ستاد. گفت در عالم کسی را این فتاد، شیر بی دم و سر و اشکم کی دید؟ شیری که نه دم داشته باشه، نه سر و گوش داشته باشه، نه شکم داشته باشه، چنین شیری کی دیده؟ این چنین شیری خدا خود نافرید. چنین شیر خدا هم نیافریده. و بعد میگه ای مسلمان، ای برادر صبر کن بر درد نیش، ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش، تا نجات پیدا کنی از این چنگال نفس اماره بیسو. صبر کن، تحمل کن. شراب میایه ننوش، قمار میایه نزن، زنا میایه دور شو، حرام میایه خود را دور کن، دست خود را از ظلم بکش، دست خود را از خون ناحق بیرون کن. این را میگه. بعد ادامه مولانا بیان میکنه، میگه انسان مسلمانی که آلوده به شراب و به قمار و به زنا و به ظلم و به فساد باشه، اسلام از این مثل همین شیر بی دم و بی سر و بی شکم است. این مسلمان فقط نامش شده مسلمان، مثل این پهلوان که نامش بوده پهلوان اما طاقت سر سوزن را هم نداشت. پس به این از سروران عزیز و بزرگوار یکی از عرفا میگوید وطن برای تو گیرم، سفر برای تو جویم، خموش برای تو باشم، سخن برای تو گویم. میگه ای الله اگر جای میرم به خاطر تو میرم، ای الله اگر به سفر میرم، اگر به حالت مقیمم، همه به خاطر تو هست. ای الله اگر سخن میگم به خاطر تو، ای الله اگر خموش می نشینم به خاطر تو. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. باید نماز مسلمان، روزه مسلمان، عبادت مسلمان، خلاصه حیات و ممات مسلمان لله رب العالمین، همه به خاطر خدا باشد. امروز متاسفانه برادرها به تشییع جنازه شرکت میکنن. چی میگه برادر؟ میرم تا این که فلانی آزرده نشه، میرم تا این که فلانی به جنازه پدرم آماده بود. اینا چی حرفه؟
بگو من میرم به جنازه، پیامبر فرموده هر کس به تشییع جنازه مسلمان شرکت کنه، نماز جنازه ادا کنه، الله برایش مزد و ثواب 1 قیراط میدهد، بر سر قبر برم قیراط دیگر میدهند و من میروم تا این که 2 قیراط را بگیرم، چون الله دستور داده. بناهن وقت انسان رفت به جنازه، دوستش هم او را میبینه، رفیقش هم او را میبینه، اما صاحب ثواب هم میشه. تمام اعمال انسان باید خدایی باشه، حرف زدن انسان، دعوت انسان، تبلیغ انسان، نشست انسان، برخاست انسان، خلاصه کسر احترام میکنیم. احادیث زیادی داریم. رسول معظم اسلام میفرمایند مسلمان واقعی چی کسیه؟ المسلم، مسلمان واقعی من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان واقعی کسیه که دیگر مسلمان ها از دست و زبانش در امان باشند. این مسلمان واقعی هست. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ای مسلمان، میخوایی مسلمان واقعی بشی، مؤمن واقعی بشی، پس چه کار بکن؟ این است که در حدیث میفرمایند که حضرت امامه روایت میکند من احب لله، کسی که به خاطر خدا محبت کنه، کسی که به خاطر خدا بغض کنه. هر محبتی که داری بین جامعه به خاطر خدا داشته باش. هر کمکی که به هر طریقی که برای هر کس و برای هر مرجع داری، نگاه بکن که محبت الله در این راستا باشه. و ابغض لله، با هر کس که بغض میکنی به خاطر خدا بغض کن. و اعطی لله، چیزی که میدهی به خاطر خدا بده. و منع لله، به خاطر خدا منع کن. محبت تو به خاطر خدا بود، بغض تو به خاطر خدا بود، چیزی دادن به خاطر خدا بود، منع کردن به خاطر خدا بود، فقط استکمل الایمان، اینجا ایمان کامل میشه. رسول معظم اسلام میفرمایند افضل الاعمال، بالاترین عمل چیست؟ الحب لله والبغض فی الله، محبت به خاطر خدا، بغض به خاطر خدا. پس بناهن وقتی محبت به خاطر خدا شد، بغض به خاطر خدا شد، اینها چی میشوند؟ مسلمان واقعی میشه، مؤمن واقعی میشود. پس بناهن باید تمام اعمال خود را خدایی بگردانیم. 4 روز دنیا هست، تیر میشه. چند سال دیگه در دنیا خواهد بودیم؟ 100 سال قبل نبودیم، 100 سال بعد هم نیستیم. عمری که ابتدا و انتهایش 100 سال باشه، یگانه چیزی که به صحرای محشر ارزش داره همین محبت ما به خاطر الله، بغض ما به خاطر الله، دادن چیزی به خاطر الله، منع کردن به خاطر الله، همون به درد انسان به صحرای محشر میخوره، نه دیگر چیزی. بارها و بارها اشاره کردم، اگر تمام دنیا ما را تعریف کنه، تمام دنیا ما را توصیف کنه، تمام رسانه ها ما را خلاصه تمجید کنه، تمام دنیا بگن که فلانی بسیار آدم خوب و نیک و شریفیه، قهرمانه، تعریف های متعدده، تمام رسانه ها، تمام روزنامه ها، تمام شبکه ها انسان را تعریف کنه، همه انسان های دنیا انسان را تعریف کنن، ولی الله او انسان را که قبول نکنه ارزش داره؟ چی ارزش داره؟ تمام تعریف دنیا تمام میشه. تمام تعریف دنیا، اگر تمام دنیا انسان را مذمت کنه اما الله قبول کنه، الله بپذیره، چقدر ارزش داره، چقدر واقعا لطفه. حضرت خباب وقتی که به دار میزنن چی میگه؟ میگه فلست ابالهین اقتل مسلما، میگه هیچ باکی ندارم، فقط مسلمان واقعی از دنیا برم، مسلمان حقیقی از دنیا برم، با الله وصل شم و الله مرا بپذیره. برای من هیچ باکی نیه که به هر دست و پهلوی بیفتم. خباب به دار میزنن مشرکین،
بعد از این که او را به دار زدن، چند روز به دار آویزانه، او را خلاصه میارن با آفتاب سوزان باز به دار میزنن، خلاصه لش یا نش حضرت خباب به دار آویخته، هر کس میره نگاه میکنه، ولی خباب با الله معامله کرد، خباب با ذات اقدس الهی معامله کرد. بناهن سروران عزیز و بزرگوار، باز میبینیم در شرایط کنونی که مرگهای به سراغ میآیه که اصلا به گمان انسان شاید 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، 1 روز بعد ما نباشیم، اما بیاییم اعمال خالصانه بگردانیم، خواه دنیا خواه مردم خوب میگه خواه بد میگه، به شرط خدا راضی باشه، اعمال ما اعمال صالحه باشه، اعمال ما اعمالی باشه که الله بپذیره. پس همین آیه و حدیث را فراموش نکنیم. اگر میخواهیم مسلمان واقعی بشیم، این شعار ما باشه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ای الله همه عبادات من، ای الله همه زندگی من، ای الله همه حیات و ممات من خاص به خاطر تو هست، لله رب العالمین. این حدیث را فراموش نکنیم. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقط استکمل الایمان. ایمان کامل میشه. خدای تبارک و تعالی اعمال همه ما و شما را اعمال خالصانه و مخلصانه بگرداند. الله سبحانه و تعالی ما را یک مؤمن و یک مسلمان واقعی بگرداند. ای الله پروردگارا، اگر تا به حال ما به عنوان یک مؤمن و مسلمان حقوقی بودیم که نمیدانستیم، خدایا الان دانستیم و به خانه تو آمدیم، ما را مسلمان واقعی و حقیقی بگردان. خدایا پروردگارا همه مسلمان های دنیا را مسلمان حقیقی بگردان. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا پروردگارا جمیع مریضان را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا پروردگارا برادرانی که در قید اسارتن و در زندانن طلب دعا نمودن، خدایا سبب رهاییشان را و اسباب رهاییشان را و خلاصیشان را ای الله تو فراهم کن و آنها را به آغوش گرم خانوادهشان بر بگردان و صحیح و سالم برسان. خدایا پروردگارا در این جمع برادرانی که مشکلی دارن، ای الله تو حلال المشکلاتی، مشکل خواهر و برادر را آسان بگردان. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین.